بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. کلمه رجال رو در برنامه قبل اشاره کردیم که یعنی شخصیت هایی که در حقیقت هویتشون هویت اعتقادی و اخلاقی و عملی انسان از دیو و دد ملولم و انسان آرزوست. این انسانیت به این لباس اندام ظاهری ما نیست، انسانیت به اندام واقعی ماست. اندام واقعی ما رو ما باید در حیات دنیا بسازیم. ما همه سازنده ایم، مثل برج سازه که همه برج می سازن، ما همه سازنده شخصیت خودمون هستیم. اندام واقعیمون رو باید خودمون با دست خودمون بسازیم با ایمان و با عمل صالح. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به سوی خدا بالا میره و کلمه طیبه توحید و معرفت و ایمان و غیره و عمل صالح مثل بنزینی میمونه که یه هواپیما رو به پرواز در بیاره. هواپیمای وجود ما در سایه عمل صالح و خدمت به بندگان خدا و اخلاص و عبادت و معنویت اوج میگیره، پرواز میکنه. که بخوایم قلب ما پرواز کنه در سایه عمل صالح. بنابراین اون شخصیت انسانی ما به دست خود ما ساخته میشه، فرقی هم نمی کنیم. همه انسان ها شخصیت واقعیشون به دست خودشون ساخته میشه. حالا اگه خوب عمل کنیم شخصیت الهی و انسانی و معنوی، اگه بد عمل کنیم شخصیت شیطانی و ابلیسی و امثال و ذالک. قرآن کریم مثلا در رابطه با بلعم باورا چی میفرماد؟ میفرماد مثله که مثل کلب. حالا عالم بود در قوم یهود، اما چون هواپرست بود، چون شیطان پرست بود، چون بر نفس اماره مسلط نشد، نفس اماره بر او مسلط شد، خودش شد معلم شیطان. فانساه شیطان ذکر ربه، یاد خدا رو فراموش کرد. میگفت من هستم، همه من هستم، شد بلعم باورا. و قرآن کریم مثلش میگه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. اگه بهش حمله کنی او پارس میکنه، حمله هم نکنی او پارس میکنه. مثل کلبی که دچار بیماری هاری شده، او از گزندگی و از اون بیماری خودش و از عرض کنم فریاد کشیدن خودش لذت میبره. مبادا خدای ناکرده ما رفتارمون، گفتارمون، کردارمون با مثل کلب باشه، مثل حمار باشه، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل عنکبوت، یا مثلهم کمثل الحمار. اینا دیگه به خود ما برمیگرده. ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها میشیم که صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. بنابراین دو چهره به طور متعارف برای انسان ها قابل تصویر و ترسیمه. یه چهره الهی و معنوی و ملکوتی و پرواز به سوی خدا و رضوان الهی، و یه چهره هم اهل لهو و لعب و باطل و فساد و فحشا و منکرات و سقوط. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بنابراین ما خودمون چهره سازیم. اما چهره ساز چهره رو بساز. اگه این یه کتاب اینجوری بنویسیم خوبه. اما چهره ساز، چهره تو داری چهره تو میسازی، چهره یا بهشتی یا جهنمی یا ملکوتی یا خدای نکرده فی اسفل درک من الجحیم. چهره منافقین فی اسفل درک من الجحیمه، در اسفل سافلینه، و چهره اولیاء خدا فی اعلی علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. سوره مبارکه مطففین رو ببینید، اینجا یه ترازو یا عالم، همه در یه ترازو سنجیده میشن. ترازوبان خداست، ترازوبان امیرالمؤمنینه، میزان امیرالمؤمنینه. همه در یه ترازوی بزرگ الهی سنجیده میشیم. اعمالمون، اعتقاداتمون، اخلاقمون، همه به همه یا فی علیین یا ان الفجار لفی جحیم.
یا در جهیمی. فمن، شما که بهتر از من میدونید همه ای آیات یادتونه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه سنگین یک ذره کار خیر بکنه میبینه، به اندازه سنگین یک ذره کار شر هم بکنه میبینه. این کفه ترازو داره همه ما رو ارزیابی میکنه. ترازو یا عالم یه ترازوست، واقعا عالم ترازو و عالم خودش غربالگره و همه رو داره غربال میکنه. یه غربال بزرگیه. خدا داره همه ما رو تو این غربال، تو این امتحان بزرگ غربال میکنه. اون دانه های درشت پاک با فضیلت یه طرف خدمت امیرالمومنین شرف یاب میشن، این دانه های فاسد و پلید و آلوده هم دور ریخته میشن. دقیقاً این داره غربال میکنه آدم ها رو. اونا بهشتی هستن، اونا جهنمی هستن. اونا سقوط میکنن، اونا صعود میکنن. هم صعود درست یعنی بالا رفتن، هم سقوط درست یعنی تنزل و افتادن در منجلاب آلودگی ها و خسارت ها و امثال و ذالک. این که گفتیم رجال در سوره مبارکه اعراف هم قرآن کریم، یا الله، در سوره مبارکه اعراف هم قرآن کریم در داستان اعراف آیه 40 به بعد می‌فرماید که و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بر اعراف رجالی هستند که کل رو به سیماشون، بهشتی‌ها و جهنمی همه رو با سیماشون میشناسن، همه چهرهاشون نشون میده این بهشتی، این جهنمی، این اولیاء خداست، این اعداء الله. عجیبه، پناه به خدا دیگه. نگاه چهره ظاهری، چهرهای ظاهری مال این عالمه. یا آدمای قیامتی رو با چهرهای ظاهری نمیشناسیم، با چهرهای واقعیشون میشناسیم. یا قرآن کریم میفرماد یوم تبلی السرائر، باطن آشکار میشه. حالا باطن چیه؟ ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اگه کسی است که پوستین یوسف ها رو دریده، از این خواب گران گرگ برمیخیزه. این صفات گرگ صفتی است که آدم داره و همین صفات موجب میشه که آدم به صورت گرگ در پیشگاه خدا که گفتیم فمثله کمثل کلب، مثلش مثل سگ. ولی اون طرف کسانی که نه پاکند و پاکیزند، یوسف گونند، اونها هم جایگاه یوسفی دارند. انه من یتقی و یصبر، در سوره مبارکه یوسف کسانی که تقوا دارن و صبر میکنن، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه، کسانی که اهل تقوا و اهل صبر باشه. بنابراین دو جبهه هست. یک جبهه پاکان و پاکیزگان عالم و یک جبهه هم جبهه آلودگان و تبهکاران عالم. ما باید خودمون وضعیت خودمون رو روشن کنیم. اختیار با ماست. خداوند ما رو آزاد آفریده، ما رو مختار آفریده، پیغمبر رو برای هدایت ما آفریده. کتاب و قرآن و حدیث و امام و نهج البلاغه و صحیفه و نماز و روزه همه برای هدایت ماست. حالا ببینیم چی کار میکنیم ما. اینجا میدان امتحانه تا سیه روی شود اون که در او غش باشد. اونه که اهل غش و خیانت هستن اونا سیه روی هستن. اونایی که اهل معنا و معنویت هستن پیداست که اوج کمال و اوج معرفت و اوج رضوان الهی بالوست. قرآن کریم هم همینو میگه دیگه، و رضوان من الله اکبر، رضوان خدا بالاتر و با عظمت‌تر. بنابراین اعراف رجال، اونجا رجال اختصاص به رجال نداره. امیرالمومنین رو اعرافه و در بالای اون مقام با عظمت اعراف فاطمه اطهر سلام الله علیها هم همون مقام، رسول اعظم صلوات الله علیه هم مقام، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشهدا، همه اینا علی الاعراف هم تا امام زمان ارواحنا فدا. شاید اولیاء دیگر الهی و علی الاعراف رجال. این رجال می‌خواستیم بگیم اونجا منظور مرد نیست، جنس مرد، چون این مرد و زن بودن اینجا دیگه اونجا معنا نداره با این کیفیت. دیگه اونجا جنس مذکر و مؤنث به این معنا که در عالم دنیا هستیم، زن و شوهری به این معنا دیگه نیست. اونجا حقیقت وجودی انسان ها هستن که
به هر کیفیت اونجا همه هستن و تشخیص میدن بهشتی‌ها رو جهنمی‌ها رو، همه رو میشناسن. که حالا داستان اعرافمون میخوایم بحث کنیم و فقط به مناسبت یک کلمه شریفه‌ای که در سوره مبارکه نور قرآن کریم فرموده، آیه 42 کمتر بیشتر: رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، که اینا به یاد قیامت هستن. گفتیم اینجا رجال یعنی کاری به لباس مرد و زن بودن نداریم، مثل لباس خورشید و ماه. تو عربی کلمه خورشید مثلا مؤنثه و کلمه قمر شمس مؤنثه چون مصغرش میشه شمیسه و قمر مذکره. خب اما در واقع شمس مؤنث که نیست، این مؤنث و مذکر بودن مجازیه نسبت به مرد و زن. حالا به یه معنی مجازی نیست، حقیقیه در این عالم، ولی در عوالم غیب دوباره این مذکر بودن و مؤنث بودن اثر خاصی نداره. اونی که تأثیر واقعی داره این لباسه، این اندام برای تنظیم امور این عالم. باید مرد و زن باشد، باید خانواده باشد، باید ازدواج باشد، باید زاد و ولد باشد، و الا نسل بشر قطع میشه. خب پس یه عده باید مرد باشه، یه عده باید زن. اونی هم حکیم علل اطلاقی هم که تنظیم کرده خیلی خوب تنظیم کرده، تقریبا یر به یره زن و مرد با هم برابرن در عالم. میانگین متولدین مذکر با میانگین متولدین مؤنث تقریبا برابرن. میگه ما آدما دستکاری بکنیم بعد بفهمیم اشتباه کردیم، ما اگه دستکاری نکنیم تقریبا نظام عالم کاملا تنظیم شده است. همه موجودات عالم زوجن و جعلنا مثلا همه موجودات رو زوج قرار دادیم و از جمله زن و مرد برای تنظیم امور این عالم. اما در عوالم غیب و عوالم ملکوت دیگه بحث این نیست که این جنسش مرد یا جنسش زنه، بحث این که این چقدر آدمه. تو میزان قیامت نمیسنجن که این مرده یا زنه. تو شناسنامه قیامت نمی نویسن که این جنس مرده یا جنس زنه. تو شناسنامه قیامت می نویسن که این والوزن یومئذ الحق، ترازوی حق. ببینیم چقدر معرفت داره، 1 چقدر اخلاص داره، 2 چقدر ایمان کامل داره، 3 چقدر عمل صالح انجام داده، 4 چقدر خدمت به جامعه کرده، 5 چقدر ولایت مدار در عالم، 6 چقدر تقوا پیشگی رو در برنامه‌اش کاملا رعایت کرده، 7 چقدر دارای کرائم اخلاقه، مثلا 8 چقدر عاشق اهل بیت علیهم السلام، چقدر عقلانیت داره، چقدر در راه خدا دلسوزی و وظیفه شناسی داره. و نقطه مقابلش هم اونایی که علیاذ بالله اهل احسان نیستن، اهل ایثار نیستن، اهل خدمت نیستن، وفادار به خدا و دین و حق نیستن، اونم یک حساب دیگری داره. بنابراین این کلمه رجال در جاهای دیگر قرآن کریم که اومده همینطور که اشاره کردیم برمیگرده به حقیقت انسانی انسان‌ها، حقیقت انسانیت ملاکه، نه مرد و زن بودن. بله انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در آیه 13 سوره مبارکه حجرات خداوند فرمود شما از مرد و زن و غیره آفریدیم و شعوب و قبایل قرار دادیم، شعبه ها، تیره ها، طایفه ها، قبیله قریش، قبیله عدنان، قبیله کذا، قبیله کذا. برای چی؟ لتعارفوا، برای که 2 تا آدم مثل هم باشن دچار اشتباه میشید، مثل هم نباشیم. اما این برای این عالم دنیاست. اون که ملاک واقعی در این نظام عالمه و به اختیار ما برمیگرده، به اراده ما برمیگرده، به همت بلند ما برمیگرده، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امیدوارم خداوند توفیق بده از سفره پربرکت این ماها، این روزها، این ایام، این درس بزرگ کرونا و عبرت بزرگ انشاءالله همه استفاده کنیم، هوشیار باشیم، دستورات بهداشت کاملا رعایت کنیم، مراقبت کنیم، همه مراقبت کنیم. خود مراقبتی از اول ما گفتیم، بحث خود مراقبتی تو جلسه شورای اداری هم تقریبا به ستاد مبارزه با کرونا هم گفتیم خود مراقبتی، چه اون که آلوده است چه اون که آلوده نیست.
که آلوده است سعی کنه به دیگران آلودگی رو منتقل نکنه، که آلوده نیست سعی کنه که آلوده نشه. هر نفری که آلوده بشه دیگران هم میتونه آلوده بکنه. بنابراین همه مواظبت کنیم، مراقبت کنیم. حالا خودمون خیلی ممکنه مراقبت نکنیم، ولی همه موظفیم مراقبت کنیم، احتیاط کنیم. یا ایام عیدی رو، غیر عیدی رو، قبل و بعد و تا یک ماه دیگه لااقل مراقبت کنیم. ان شاءالله بلکه بتونیم این بحران رو یا این نیمه بحران رو از سر ملتمون دفع کنیم و ان شاءالله پیروز و سربلند و کمترین زایا. خدا ان شاءالله همه کسانی هم که مبتلا هستن لباس عافیت بپوشونه و شفای عاجل بده. خداوند ان شاءالله همه درگذشتگان، مخصوصا کادر پزشکی و غیر پزشکی، علما، خدمتگزاران، همه عزیزانی که تو این حادثه دعوت لبیک گفتن، ان شاءالله مشمول رحمت واسعه حق قرار بده. سایه بلندپایه رهبر عزیزمون خداوند بر سر ملت ما مستدام بداره. ان شاءالله شاد و پیروز و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.